چو خواهی رهیدن مر از بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. درود بینندگان ارجمندی تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. در این برنامه با حضور فیلسوف معاصر، دانشمند و پژوهشگر انستیتوت فلسفه، سیاستشناسی و حقوقی به نام علاءالدین بهاءالدین فی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، استاد بشیر عزیزی، موضوع آفرینندگی را در اندیشه فلسفی یونان دنبال میکنیم. استاد تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و سر صحبت حاضر شدید. اینجا شروع کنیم استاد که فیلسوفان سقراط و فیلسوفان پسا سقراطی چگونه مسئله هایی را مطرح کردند که به همین آفرینندگی مربوط بوده، به جستجوگری و پرسشگری مربوط بودند. بله. بفرمایید. فلاسفه پیش از سقراط هستی و جهان شناختش در محور مطالعات از اونا بودن، یعنی محور اندیشیشان طبیعت و جهان بود. به انسان و مسائل اخلاقی کمتر توجه بود. کوشش میکردن که بدانن که ذات این جهان چیست، منشیش از کجاست، ما این جهان از چی ساخته شده. به همون خاطر برخی از مواد مثل آب و آتش و باد و خاک همچه ارخی یا مواد اساسی اولی مبدی جهان میشه. بله، نخست اساس. و این یک گام بسیار بزرگ در تفکر بشری از اسطوره ها به خرد و تفکر عقلانی بود. به خاطر از اینکه برای درک و شناخت جهان دیگه اونها به افسانه ها و که ساخته و پرداخته خودشان بود، گویا با خدایان تفسیر میکردن جهان را، دیگر مورد قناعت فلاسفه مثلا 600 سال یا 500 سال پیش از میلاد یونان، فلاسفه مثل تاوس و به طور دموکریتوس اینا، آناکسیماندروس نبود. اونا میگفتن که نه، ما دیگر این اسطوره نمیتونه قناعت انسان را و خرد مثلا فراهم بسازه، منان ما باید توضیح جهان با خود طبیعت، پدیدهای طبیعت بکنیم. خب این کار اونا کردن، یک گام بسیار بزرگ بود، ولی در یونان سیاست هم میشد، جامعه هم پیش میرفت، دولتداری هم بود. باید به مسائل اخلاقیات و برخورد این که دولت ها مشروعیت خود از کجا باید بگیرن، یعنی فلسفه اجتماعی و سیاسی هم مطرح شد که مشروعیت حکومت ها از کجاست. برای اینکه پیشها میگفتن که پادشاهان و امپراتوران نمایندای خدایان هستند. اونا در برخوردها با شرق، با مصر و با بابل و با فارس، بر از اونا گفته میشد که این پادشاهان مشروعیت خود از خدایان میگیرن. ولی اونا گفتن که اگر از خدایان میگیرن پس اینقدر پادشاهی مختلف چرا است؟ باید یک تا باید باشه. بنان باید در زمان سقراط و افلاطون و ارسطو در این زمان توجه زیاد به مسئله انسان شد، یعنی فلسفه انسان محور و اخلاق بود. این نکته بسیار مهم بود و سعی میکردن که انسان چگونه میتواند خوشبخت باشه، چگونه میتواند یک حکومت مشروع را بسازه. به این سوالات اونا کوشش میکردن پاسخ بدن، البته به دریافت، یعنی فلسفه بسیار انتزاعی بود. اینا کوشش میکردن که فلسفه را خواستن سیستماتیک بسازن. در گذشته در زمان پیش از سقراط فلسفه یک کار فردی بود، انفرادی بود، مکتب ها نبود. تالس علیحده کار میکرد، پیتاغورس علیحده کار میکرد، در جای متفاوت کار میکردن. اینها بعد از بحثایی که سقراط با سوفسطاییان کرد و اونا را فهمون که شما که خود را میگویین که از همه داناتر هستیم، شما در اشتباه هستیم. شما باید مفاهیم را تعریف بکنید. شما وقتی که میگین که مسئله عدالت، باید به من توضیح بدین که عدالت چی، مقصد شما عدالت چیست؟ یا مثلا امانتکاری، مقصد شما از امانتکاری چی است؟ مثلا میفتن خب امانت نیست که شما را یک چیز بر شما میسپارن، شما باید بر از اونا پس در موقعش که خواسته باشن بدین. او برش سوال میکرد که اگر یک کس وقت به شما یک تفنگ داده، ولی وقتی که پس از شما میخواد او در یک حالت است که عصبی است و خشونت داره و میخواد که در حالت که عصبی است تصمیم بگیره، از شما میخواد که اما تفنگ را مرا شما پس بر ما بدید،
شما یا امانت اون وقت برش میتین و اون میفهمید که اگه بگیره شاید پسر خود بکشه. در اون صورت میبینید که این مفهوم امانت نظر به شرایط فرق میکنه، یعنی نسبی میتونه باشه. بنابراین اونا رو واداشت که این مفاهیم دقیق تر توضیح بدن. یعنی یک نوع بحث با اون خاطر است. او یکی از قولای بسیار معروف سقراطی است که وقتی گفتن تو بسیار مرد داناست، گفت نه، من با اون مردمای دیگه که خود را دانا میگن کدام تفاوت ندارم. تفاوت ما است که ما پی بردیم که دانا نیستم. علم از ندانستن آغاز میشد، از شک به این که چرا این چیزها هستند، از این شک آغاز میشد. یک گام مهم بود. البته اینا بسیار پیش رفتن در مسائل اخلاقیات و مسائل انتزاعی و یک مقدار مسائل طبیعت کمتر فاصله گرفت، ولی در هر حالت یک گامی بود و فلسفه را مکتبی ساختن، سیستماتیک ساختن و کوشش کردند که در مکتب در با شاگردای دیگه مطرح بکنن. مثلا افلاطون که شاگرد سقراط بود، مکتب خود را ایجاد کرد. شما تصور بکنید که مکتب افلاطون حدود 300 و چند سال پیش از میلاد مثلا به وجود آمد، تا تقریبا 550 سال بعد از میلاد این مکتب بود، تا که توسط یک از امپراتورهای مسیحی در ممنوع ساخته شد در سالهای 500 چند بعد از میلاد. برای گفتن که هر آن چیزی که با دیدگاه مسیحیت در توافق نباشد، همسویی نباشد، شما اون را از بین ببرید. این کار یک بار یکی از امپراتوران یونان در سالهای یوستینیوس میگفتنش، در سالهای 560 یعنی حدود 500 سال پیش از میلاد بود، یکی اونها کردن. یکی در زمانی که در اسکندریه را در زمان خلیفه دوم حمله کردن، در اونجا تمام کتابخانه را به طور مثال ساختن برای ابد. کتابخانه‌ای که در اونجا بودن دیگه به کار فلسفی نمی پرداختن، که اونا آهسته آهسته مهاجرت کردن به طرف بغداد، اینا که پایگاه فلسفه دوران قرون وسطایی اسلامی را بعداً اونا ساختن. و کسایی که از سوریه و به طرف بغداد آمدن، از مصر آمدن، از اسکندریه آمدن، اینا. شما ببینید که چنان در یونان زمینه تفکر سیستماتیک فلسفی به وجود آمد، این که اون چقدر اون فلسفه برای بشر خدمت کردن نکردن، یا چقدر ایده های افلاطونی منطق داره یا نداره، و چقدر میتونه حقیقت زندگی بشری را تفسیر بکنه، مسئله بعدی است. ولی زمینی از این وجود داشت که مثلا افلاطون در ایده های مکتب ایدئالیسم خود میگفت که جهان واقعی ایده ها است. این جهانی که ما هستیم یک جهان سایه از اون جهان واقعی است. ولی شما ببینید که در خود همون مکتب یک از شاگردانش که ارسطو بود، او در مقابلش گفت که نه، این چیزی که شما میگویین این با منطق و زندگی واقعی انسان ها که ما در اینجا زندگی میکنیم سازش ندارد. بنان او اساس دریافت حقیقت را در تجربه و مشاهده زندگی در همین جهان، اینها گام‌های بسیار مهمی بودند که در فلسفه گذاشته شده. و ارسطو یگان کسی است که برای نخستین بار فلسفه را به شکل سیستماتیک در سطح علم ارتقا میده. اگرچه در اون زمان برای ارسطو هم فلسفه مترادف با علم بود، اپیستمی، و هنوز برای از او به طور مثال بیولوژی هم فیزیک اینا شامل فلسفه بود. ولی او در مجموع برای اولین بار یک تقسیمات به وجود آورد، تصنیفات کرد. مثلا فلسفه را میگفت که گویا باعث همچنان مادر علوم، یعنی که شامل همه اوضاع علمی می شود، تقسیم کرد به فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری شامل متماتیک و ریاضی اینا بودن، فیزیک، ولی در فیزیک متوجه باشیم که بیولوژی و ستاره‌شناسی هم شامل بودند و او را کلش شامل طبیعت شناسی می کرد، یعنی علوم زیست شناسی اینا هم شامل همون فیزیک بود. و یک نکته بسیار مهمی که در تقسیماتش بودن مسئله متافیزیک، اگرچه خودش کلمه متافیزیک را به کار نبرده، به نام فلسفه اولی یاد میگه. میگفت با فیزیک ما جهان را توضیح میتیم که چگونه است و با مشاهده و اینا، ولی ما هنوز نمیفهمیم که از کجا شده
این چراییش باید برای ما این فلسفه اولی تشریح بده. مقصدش همون متافیزیک بود که بعدها کتابایی که بعد از او ارسطو نوشته میکنه به وسیله دیگر مؤلفین باعث مابعد طبیعه گفته شد، در حالی که خودش متافیزیک کلمه‌اش خودش هیچ به کار نبرده، فقط از فلسفه اولی یاد میکرد. و در بخش فلسفه عملی مسئله اقتصاد، مسئله سیاست و مسئله اخلاقیات را بیارد و هنر، آفرینش هنری را کاملا برش یک بخش جداگانه قائل بود و کاملا مسئله فردی میگم که خب سر از او باز استاد همین در مورد همین سه گونه سه شخصیتی که مثلا سقراط آمد، افلاطون شاگرد سقراط و ارسطو شاگرد افلاطون، یعنی این سه گونه ای که تحولات فلسفی رو در جهان یونان به وجود آوردن. هرچند که سقراط طریق گفتگو و مکالمه و دیالوگ ها بحث میکرد، نمی نوشت، لیکن اون تاثیر گذاشت. حلقه های درسی داشت، صحبت ها رو میکرد، در همه جایی که میرفت مخصوصا با جوانان صحبت میکرد. و سوال مطرح هم میگذاشت که فضیلت چیست و بهترین حکومت کدام است. یعنی یک هنر نقادی و شک کردن به ارزش ها و اینا رو سقراط به وجود آورد و میگویند که سقراط فیلسوف است که خدا را از آسمان به زمین فرآورد. چنانه که مثلا افلاطون هم مثال زدید که نظریه موصول را کشف کرد، همه چیز در اونجا هست، ما کپی ما نسخه های اوناییم. و همینطور پی در پی فلسفه شکل گرفت در سیمای افلاطون و اون بحثی که نقادی که ارسطو میکند و یک همون جملهش است که افلاطون استاد من است لیکن حقیقت بالاتر. بله من او را دوست دارم ولی حقیقت را از اون بیشتر دوست دارم. انا همین معنای همین که نقد خیلی مهم است. نقد جوهری فلسفه است. اگر نقد نباشه چی نمیشه. اکنون استاد با این میاییم که فلسفه در میان فیلسوفان پساشق سقراطی به یک سیستم تبدیل می‌یابد، به یک مکتب تبدیل می‌یابد که تمامی مثلا مکتب‌های دیگری فلسفی رو در خود انسجام می‌بخشد. در همین حال در شرق چگونه بود وضع؟ در شرق در مجموع بگیریم اگر چی تفاوت، آیا میتونیم بگیم که در همون دوره‌ای که در یونان فلسفه وجود داشت در شرق چگونه وضعیت بود؟ تفکر فلسفی چگونه شکل می‌گرفت؟ وقتی شما شرق میگین اینجا هند هم است، اینجا چین هم است، اینجا ایران هم است، اینا همه اینا از خود تفکرات خاص خدا داشتن. و در مورد فلسفه شرق دیدگاه مختلف استاد اگر بگیم من میام فلسفه چین فلسفه هند من برای شما میگم دو نوع دیدگاه است. یکی دیدگاه غرب محور است که مثلا هگل فلسفه هند و فلسفه چین میگن که فلسفه بوده که تا یک مدت به اوج خود رسید ولی در جای خود توقف کردن و فلسفه های ایستایی هستند. استاتیسک میگن، یعنی که دینامیک نیستن، یعنی فعال نبودن و گسترش نفتن تا یک مرحله رشد کردن در اوج ایستاد شدن. به خاطر از اینکه این فلسفه ها خب دلایل مختلف برای از اون میگه، یکی که میگن محیطی که اونها اطرافشان بودن مثلا بحر هند یا مثلا چین هم که به بحر قسمت دیگه شان به صحراهای بسیار اونا بیشتر به خود فرو رفتن، به طبیعت و جهان نظر نداشتن، فلسفه نظری نبود. و فلسفه چینی بیشتر مثل احترام پسر به پدر و خانواده و شاه هم جایگاه پدر، امپراتور جایگاه پدر داشتن، یعنی در سطح اخلاقی معدود شد. و فلسفه هندی هم مثل یک پدیده طبیعی که گویا مردم به کلاس ها و تقسیم شده، کاستا که میگن، نه گویا که همین طبیعت ما بود و ما به همین طور آفریده شدیم، درباره تغییر از این فکر نکردن. و از اون بخاطر هگل هم که وقتی میگن تاریخ فلسفه عبارت از تاریخ تکامل شعور آزادی است، میگه شعور آزادی در اینجا زمینه رشد نیافت. تنها در فلسفه فارس بر از اینکه دید آیین زردشتی یک دین، یک تفکر کلی است. مثلا مسئله روشنی را میگن، مبارزه نبرد نیکی تاریکی با روشنی با تاریکی، او میگه که
در این فلسفه ما یک تفکر میبینیم، یک تفکر کلی رو میبینیم و مسائل بسیار جزئی و خانوادگی مطرح نیست. یک اندیشه را ما یک سیر تحول جدیدش میبینیم، یعنی به روشنی که به همه جا یکسان میتابد مثل نور آفتاب اینا توجه دارن و کسایی که پیرو آیین زردشتی هستند باید با خدایشان در مبارزه بر ضد زشتی باید همکاری کنند. یعنی هنوز تابع مطلق و اطاعت مطلق نیست، یک پروسس که باید بشه. بعضا بخاطر اوی به این معنی نیست که البته امپراتوری فارس بهتر از امپراتورای دیگر باشن، ولی اونا کلشان به یک پرنسیپ عمومیه که خرد مهمتر است، خرد بر ما را نجات می آفد. این یک پرنسیپ کلی بود، به این پرنسیپ کلی فکر می شد، ولی هنوز هم در فارس هم ایده تفکر مستقلانه فردی، آزادی فردی هنوز رشد نکرد. در یونان به خاطر از این رشد کرد که شهرهای مستقل بود، دولت شهرهای مستقل بود و اینها زمینه سازی کردن به همین فکر مستقلانه و اینا در هم با رقابت بودن و دیگر این که دین مانع نمیشد بر از اونا و نهادهای مثل کلیسا یا مثلا نهادهای مثل که در زمان زردشت معابد اینا بودن مانع از این نمیشد که تفکر دیگه هم در پای تفکر دینی باید باشه. در یونان این ممانعت نبود. دولت در پشت اینا بود، در پشت همین جریان آزاداندیشی. بله، همین آزادی نسبی که ما که میگه مد دموکراسی یونان است، با وجودی که دموکراسی کامل نبود ولی از یک جای آغاز شد. بله. انسان ها یک مقدار شهربندا اتباع نبودن، شهروند بودن، یعنی که اونا یک مقدار آزادی های خود را داشتن و در انتخابات سمع، با وجودی که زنان و برده ها نداشت، ولی یک گام بودن برای از که انسان ها بتانن که میتونن که نظر بتن. یعنی دیگر حکومت ها مشروعیت خود از خدایان و پادشاه ها مشروعیت خود نمیگیره، بلکه مردم باید در چگونگی تعیین و جانشینی شخصیت هایی که جامعه را به رهبری بکنن نقش داشتن. تشکر زیاد استاد. اکنون میگذاریم به این که درباره یونان صحبت خوب انجام دادید استاد. چرا همین کاری که در یونان انجام یافت، برنامه‌ریزی هایی که در قبال فلسفه و اندیشه فلسفی و اون بحث ها و دیالوگ فلسفی و مکالمات فلسفی انجام شد در یونان، شرق همینطور نتوانست که مثلا منظورم شرق مسلمانی هست. بله. شما به دوره بعد از اسلام نظر دارید. بله. ما البته سر این موضوع هم صحبت های بعداً در سلسله برنامه های بعدی میکنیم، وقتی که درباره عصرهای میانه میاییم حتما این موضوع رو هم دنبال میکنیم. ولی در همین چرا یونان موفق شد و همین فلسفه و اندیشه فلسفی را متداول ساخت و مقرش ساخت، یعنی پایگاه ساخت، بله. همین تداوم بخشید و همین کار در شرق ما، در شرق مسلمانی نه تنها تداوم پیدا نکرد بلکه در حالت جنینی کشته شد. خب البته این کار یونان نکرد، این کار مخصوصا بعد از گامای بزرگی که در عرصه علم و تکنولوژی، انقلاب علمی و تکنیکی مخصوصا کوپرنیک شد. در غرب هم شما ببینید همه دوران قرون وسطا که ما بعداً باز بحث‌های دیگه خود داشتیم یک خصوصیت داشت: تسلط اندیشه دینی بر هم از عرصه های زندگی، از جمله فلسفه است. فلسفه باید در چوکات دین مسائل را باید توضیح میکرد، ولی بعد از اینکه انقلاب علمی تکنیکی رخ داد و کوپرنیک و گالیله اینا آمدن، اونا خودشان به این و همچنان در داخل دین رفرم های اصلاحاتی که رخ داد، مارتین لوتر، اینا باعث شد که مردم خودشان کوشش کنند که مستقیما مسئله ها را درک بکنن و رابطه خود را با خدا مستقیما بدون نهادهای وسطی مانند کلیسا تعیین بکنن. از او خاطر ترجمه هایی که از بیبل شد زمینه را زیر مساعد ساخت که هر فرد بتونه که بفهمه که کلام خداوند چی است. بعدا استاد ببخشید، زمانی پروتستانت ها یا که اعتراضیون خودی تشبث اساسی و ابتکار اساسی را خودی روحانیان کردن. بله. مثلا مارتین لوتر روحانی. بله اینا روحانیان بودن و این انقلابات از همونجا، رفرم ها از همونجا آغاز شد و سعی کردن که اقتدار کلیسا را و که آلوده شده بود او را از بین ببرن و مخصوصا علم، پیشرفت علم در اونجا زمینه را مساعد ساخت که
دیگه تفسیر تنها از جهان تفسیر دینی نباشه. بنان علم و فلسفه با دین یک بحث را آغاز کردن و این بحث بسیار بحث عقلانی بود. اینمی بحث در شرق پیش نرفت متاسفانه. ما یک زمان در زمان فارابی و سینا این کار صورت گرفت، خصوصا در زمان رازی. بله، رازی از پیشگامان بود که بسیار از همه از این دو فلسفه که از دیدگاه من نقش بسیار بیشتری داشتن، ولی پیشتر هم گفتیم نوع حکومت‌های استبدادی و خلافت‌هایی که استبدادی بودن در اونجا و بر مبنای ارثی تعیین می‌شدن، انتخابات نبود، دموکراسی نبود، زمینه را برای تفکر آزاد در اینجا مساعد ساخت. با وجودی که ما یک دوران عصر طالع از قرن 9 تا 12 میلادی در بغداد می‌بینیم و هم نتیجه تقاطع کلتورهای مختلف است. شما ببینید وقتی که بعد از پیدایش ظهور اسلام تا یک قرن، یعنی از 622 میلادی به بعد تا 640 ببینیم تا 670 تا 700 میلادی 740 میلادی ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم. برای اینکه اسلام در همون منطقه عربستان سعودی و همون حوزه هایی که هنوز دیگه گسترش نیافته بودن به فارس و منطقه اینجا، ولی بعد از ای که کشورهای پایتخت از سوریه دمشق میره به بغداد و بغداد مرکز تقاطع افکار فرهنگ های مختلف یونانی و فارس و هندی و چینی بود، زمینه از این مساعد شد که افکار آزادانه در مطرح شود. ترجمه آثار یونانی فراوان به وسیله فیلسوفای ما مثل فارابی و اینا صورت گرفت و شما با یک تنوع فکری شما مواجه بودین، ولی آهسته آهسته این تنوع را تبدیل کردن به یک نواختی. مثل که در زمان طالبا کش میکردن دوران اول همه چیزی که غیر از عربی است پس کنن. کوتاه بامیانه دیدن شما، به خاطر که میخواستن یک نواختی بکنن. در افغانستان در گذشته یهودا بودن، مسیحا بودن، آثار وجود داره که هستن، ولی یک نواختی و یک کش میکنن که تنوع را از بین برن. بنان اینمی بحث علم و فلسفه متاسفانه در اینجا توقف یافت و در اونجا پیش رفت و فلسفه آهسته آهسته کاملا خود را از دین مستقل ساخت و امروز در تمام دانشگاه به یک شاخه جداگانه و مستقل تدریس میشه و دانشگاه است. تقریبا تمام دانشگاهایی که در اروپا میبینین یک مثلا کرسی فلسفه علیحده وجود داره. تشکر زیاد استاد. فکر میکنم که بیننده ما هم از آنچه که شما گفتید مثال های دقیق آوردید از سقراط، از فیلسوفان پس از سقراطی و از افلاطون، از ارسطو و از مرجع اندیشه اینا مثال آوردید، گفتگو صحبت کردید، برای خود فایده برمیدارن و البته این فلسفه علم آگاهی است. آگاهی که شد حتما به دنبالش بیداری و دیگر چیزها هم، آزادی و دیگر چیزها هم دارد. بار دیگر تشکر زیاد. یادآور میشم که صحبتی داشتیم با فیلسوف دکتر بشیر عزیزی. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.